سلام بر شما، بفرمایید. از آقای آقاسی بپرسم که شما که میگی که پیغمبر از گزیده خداست و دستورات خدا رو اجرا میکنه، وحی بهش میشه، چطور که خدا در جاهای مختلف سوره های ضد و نقیض میاد؟ مثلا فرض بفرمایید در یه جا میگه که ما انسان رو از خاک در بهشت آفریدیم، جای دیگه میگه که ما حضرت عیسی رو با دمیدن روح در رحم مریم آفریدیم. خب اینا دوتا متناقضن و امثال اون زیاد. آیا خدا اینقدر لغزش یا اشتباه میکنه که یک آیه ای رو بگه دوباره نفیش بکنه؟ در اینجا من از آقای آقاسی این سوال دارم، با توجه به این که کتاب‌های مختلف نشون میده که تمام آقایونی که به نام پیغمبر ظاهر شدن البته افراد نخبه‌ای در اون زمان بودن، ولی روی هم رفته تماما اسطوره‌های قدیمی مثل آشوری، فنیقی همه رو آوردن به یه شکلی به نام قرآن یا فرض بفرمایید انجیل و اینها ارائه دادن به مردم. تشکر میکنم. دیگه توضیح بازار دیگه متوجه شدن، جواب سوال شما رو میدم. بنابراین در دو جا دو ادعا شده که متناقض. سلام بر شما. درود بر شما جناب نیبوری، با من هستید؟ بله قربان، با عزت عالی، بفهم. فضاتون میشه. ازم به حضورشون روز کوروش رو به تمام مردم جهان شادباش میگم. و دومی که در مورد افرادی که شما مستدرک زنگ میزنن میگن نماینده مذاهب دیگر هم بیارید، این یه خورده راست بهتون میگم از دید من، البته اینا میتونن از طرف سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اینکه دهایی به ما تجاوز نکرده، نمیدونم سیکای هندی کاری با ما نداشتن یا هر کدوم از این مذاهب دیگه با ما کاری نشدن. دو تا اندیشه شما آوردید اونجا گذاشتید که یکیش اندیشه انسانیه، یکیش غیر انسانیه. ما می‌خوایم ببینیم که چی به چی هستش. از شما سپاسگزارم. در مورد صحبت‌های هفته گذشته آقای میرزا آقاسی که در مورد محمد گفتن که حدود 30 سال با خدیجه زندگی کردن و هیچ دست از با خطا نکردن، من خواستم خدمت ایشون بگم که خدیجه زن احمدی نژاد نبود. ایشون یک زن مقتدر، مثلا توانا، با قدرت، مثل زنهای دیگه قبل از اسلام. و اگر میخواست محمد کارهایی که بعد از مرگ خدیجه کرد بکنه، من فکر میکنم خدیجه بلایی به سرش می آورد که تمام مرغای آسمون و ماهیای دریا به حالش خون گریه کنن. تشکر. در رابطه دیگه سوالتون زیاد شد، بسید دیگه، هفته دیگه. نفر بعد. سلام بر شما، بفرمایید. حالا شما خوبه؟ قربانشون، تشکر میکنم. بفرمایید قربان. معبودی از برنامه‌تون خیلی متشکرم. خصوصا از دو مهمون عالی قدرتون، همیشه برای ما استفاده داشته. راجع به این من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این اتفاق بیفته که من با آقای دکتر آقاسی 50% موافق باشم و هستم الان. برای اینکه من با ایشون موافقم که حدیث رو اگر از قرآن جدا بکنیم چیزی دیگه از قرآن باقی نمیمونه که مردم بخوان راجبش بحث بکنن. بنابراین من از آقای دکتر آقاسی تمنا میکنم بدون اینه که وارد مغلطه و حدیث بشن برای ما ثابت به ما بگن که چطوری خدا که فکر میکنن اون جاهایی هست این مطالب رو به پیغمبر گفتن. این یکی اینم که مثلا میگن که برای امام زمان همون چیزی که در احساس قلبی ماها هستش. این هم به ما بگن که شما ایشون این اطلاع از کجا بردن و کی بهشون گفته و چطوری این امکان داره که امام زمان از طریق قلب ماها بیاد و یه مطالبی رو به ماها بفهمونه، در صورتی که من نمیدونم چرا تو معده آدم در نمیاد. مگه قلب با معده فرقی داره؟ هر دو تاشون عضو بدن هستن. من از شما خیلی ممنونم، مرحمتتون زیاد. تشکر میکنم، ممنون، سپاسگزارم. سلام بر شما، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم. سلام بر شما. میبودی سلام عرض میکنم. سلام بر شما. امیدوارم موفق باشید. من هفته گذشته میخواستم صحبت کنم، متاسفانه نشد و حتی نمرمو گذاشته بودم برای شما
خیلی لطف کردن و حالا من به هر حال به طور خیلی که وقت زیاد نگیرم صحبت میکنم. جناب معبادی، ضمن عرض سلام خدمت مهمانان عزیزتون، من میخوام اصولا منظور از مناظره دینی چیه؟ به نظر من ما در این حیطه نباید زیاد قدم بذاریم، به خاطر اینکه آیا میخوایم ادیان رو محاکمه کنیم، ادیان گذشته رو. محاکمه ادیان کار ما نیست و ما حتی همدیگرم مثل اینکه داریم محاکمه میکنیم، اونم کار ما نیست و منجر میشه به توهین به یکدیگر. بعدم این صحبت هست که همه ادیان از یهود گرفته شده. خب به نظر منم این یه چیز طبیعیه، اگر حقیقت یکیه و فرق نمیکنه، به خاطر ضعف مسائل روحانی در هر زمانی ممکنه که یک همون حقیقت در لباس جدیدی و قوی‌تر از نظر روحانی بیاد، اونم باز جای بحث داره. من فکر میکنم ما باید ادیان رو به صورت محترم‌آمیزی سر جای خودشون بذاریم و نذاریم اینقدر درشو باز بکنیم که بخوایم هی به همه، مخصوصا به حالا در این بحثی که شما دارید، توهین بشه و بالا پایین بشه و اصلا اینا گذشته، اینا چیزهایی که اومدن و گذشتن و کار خودشونو کردن و واقعا الان دیگه کاربردی ندارن، برای اینکه دنیا دنیای دیگری است. به نظر من درد امروز رو ما باید نگاه کنیم و به درمان دردهای امروز بپردازیم، بین خودمون احترام رو بر جا بگذاریم و نذاریم که این همه پرده دری بشه نسبت به چیزهایی که اومدن و اونا خودشون هم نیستن که الان بخوان راجع به خودشون قضاوت کنن یا قضاوت رو بشنون. و جز اینکه تعصب‌ها بیشتر بشه، جز اینکه جسارت‌ها بیشتر بشه و جز اینکه دنیای بسیار بدی که امروز وجود داره که همه بر علیه هم، حتی یک حالت جهانی پیدا کرده این تعصب‌ها، اینا بیشتر بشه و بدون منطق به جون هم بیفتن همه دنیا، کاری دیگه. ما باید دیگران رو هم برحذر بداریم از این بحث‌های دینی و مذهبی و به درد امروز بپردازیم. خیلی عذر می‌خوام. خدا حافظتون. ممنونم. کاش همه دنیا مسائلی که شما اشاره فرمودید رعایت می‌کردن، مخصوصا جامعه اسلامی. الان خانم بله متاسفانه مسائل مربوط به گذشته است، ولی امروز حی حاضرن. لشکرکشی هایی که در دنیا داره میشه، اونم با ادعای نیابت از طرف خداوند و به نام اسلام. شما به مجموعه جنایتکارانی نگاه بکنید که دنیای امروز بی سواد و ناامنی رو دامن زدن. نگاه کنید به جامعه شباب اسلامی در سومالی، یک مملکت رو بی صاحب کرده. اون چیزی که در افغانستان داره میگذره، طالبان القاعده کرده، انصار حزب الله، شمار افراد مسلح و کارآزموده برای کشتار در لبنان به 30,000 نفر است. یعنی 30,000 نفری که در کنار ارتش رسمی صاحب قدرت نظامی هستند و قرار یک روزی منطقه رو به هم بریزن. کاش اینجوری بود که شما میگفتی. اینا هستن که رعایت حال دنیا رو نمیکنن. آقای آسی، همه سالها از شما بوده، جمعاً 5 دقیقه وقت دارید که جواب بدید. از آقای نادر آزاد دارم سوال من 2 کلمه فقط بعداً میگید. چشم. سعی میکنم خیلی کوتاه جواب بدم. راجع به ختنه بودن یا نبودن پیامبر اسلام، مجبورم من این رو بگم که بیننده گفتن که من به حدیث معتقد نیستم، ولی همه صحبت هایی که میکنم از حدیث هست. من به حدیث معتقد نیستم، شما سوال حدیثی میکنید. الان همین سوالی که میکنید در قرآن راجع به ختنه چیزی ننوشته، بنابراین من برای پاسخ دادن به شما مجبورم به حدیث مراجعه کنم. اجازه میفرمایید که این کار بکنم یا بعد محکوم میشم به این که چرا من که مخالف حدیثم به حدیث مراجعه کنم؟ حدیث چی میگه راستی؟ خیلی کوتاه. حدیث بعضی از احادیث هست که میگویند که ایشون اینطور ختنه شده، تعدادی از احادیث هم هستن که میگن ختنه نشده. بعد از که اسلام بله، بعضی ها میگن شده، بعضی ها میگن نشده، ولی قرار بود که گفتن به من دستور دادن که من وارد حدیثی که اعتقاد ندارم نمیشم. در مورد این که من ریش میذارم و کراوات نمیزنم، بقیه چرا این کارو میکنن، من خودم رو سعی میکنم یه شکلی بکنم که شکل این افرادی که در جمهوری اسلامی هستن نباشم
و متاسفانه هر لباسی که من میپوشم، هر استایلی که استفاده میکنم، 2 روز دیگه میبینم اینها آقا انتخاب خانم شریفی واگذار کن همسرتون. آره ایشون از هفته دیگه خوشم از کراوات چون نمیاد. حالا دفعه کراوات یک تیغ ژیلت. آره یک تیغ ژیلت. من به هیچ عنوان نه با صورت زدن اشکالی دارم، نه با کراوات اشکالی دارم. من اولین باری که شما رو دیدم قدیم اینا چی بود؟ ریش نداشت، ریش بزی داشتن. بله با کراوات هم بودن، خیلی شیک و بیک. کراوات هم خوبه، ریش هم خوبه، بدون ریش هم خوبه. اصلا اینها هیچ ارتباطی به دین نداره. الان آدم باید ریشه داشته باشه، نه ریش. استایل و روش شخصی افرادی که هر کسی یک جور لباس میپوشه، یک روش رو دوست داره. در مورد اینکه فرمودن پیامبر گزیده خداست یا نیست، طبعا اعتقاد من این است که گزیده خداست. در اینکه ضد و نقیض در قرآن گفته شده، ابدا چنین چیزی نیست. چند دقیقه وقت دارم سامان جان؟ در مورد اینکه ایشون گفتن ضد و نقیض در قرآن هست، در قرآن ما ضد و نقیض نداریم. بله. در مورد اینکه حضرت مسیح چطور به دنیا آمده، تولد ایشان یک استثنای بر خلقته. در مورد اینکه آدم رو گفتن از خاک به دنیا آمده، بعد گفتن از روح خودم درش دمیدم. طبعا مراحل خلقت آدم رو ذکر کردن و اینها تناقضی درش دیده نمیشه. در مورد 30 سال زندگی محمد با خدیجه که گفتن چون زنش با قدرت بوده، اینها باز برمیگرده به مسائل حدیثی و حتما ایشان بهتر از من میدانند. در مورد اینکه اسلام چرا در قلب ماست و چرا در معده ما نیست، منظور اگر شوخی است که خب اینجا ما قصد شوخی نداریم، ولی منظور از قلب فطرت و درون و وجدانیات انسانه که انسان هدایت رو با وجودش وقتی حس میکنه، اون حس هدایت رو در واقع امام به عنوان رهبر میگن که آدم به دنبال اون نور، به دنبال اون هدایت حرکت میکنه و هر کس به نسبت به ایمان خودش حالت مأموم و امام داره. در مورد اینکه فرمودن ما ادیان رو محاکمه نکنیم، حضرت علی پاسخ رو دادید و من موردی برای پاسخ نمیبینم و برای اینکه فرصت بدم به ممنونم آقای آزاده را. حضرت که ایشون گفتن که در قرآن ضد و نقیض نیست، حتما هست. ببینید مثلا در قرآن آیه‌اش می‌خونیم، سوره البقره آیه 78 میگه و ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. به یهودی‌ها میگه اینا رفتن با دست خودشون یه چیزا رو نوشتن، میگن این از طرف خداست. یهودی‌ها میگن خیلی خوب، اگر ما با دستمون نوشتیم این از خداست، محمد چرا از دست ما برداشته کپی کرده؟ بنابراین پس همش هیچ کدوم حرف خدا نیست. خب بعد این سوال مطرحه که بلاد فقیه بنابراین مؤسسش آقای ملا نراقی نبوده، ملا احمد نراقی اهل کاشان، بلکه احمد الگار یادون باشه هفته آینده حامد الگار حامد الگار بوده و نه ملا احمد نراقی. سنی هم بود حامد نیست؟ حامد الگار. و عجیبه که آقای میبودی که ایشون یک فرد سنی هستن. همون جالبه. هفته دیگه تو باش. خداحافظ شما.